یک پیام نجومی مهم هم برای متولدین نشانهای کماندار، آذر ماهی ها، قوچ، فروردین ماهی ها، لئو، مرداد ماهی ها و خوشه، شهریور ماهی های عزیز دارم. اگر شما در هر کدوم از این نشانها خورشید، ماه یا رایزینگ دارین، این پیام برای شماست. ما امروز در آسمان یک تعاملی داریم که بین سیارات ساترن و نپتون در نشان ماهی و نقطه شانس در نشان خوشه و مارس در نشان کماندار یک مثلث آتشین تشکیل داده. این ترکیب که از عنصر آتش که عنصر حاکم نشان کماندار هست و مارس در اونجا قرار داره و نظم و قانونمندی که سیاره ساترن از ما میخواد و شهوداتی که نپتون به ما میده و در کنارش بخت و اقبالی که نقطه شانس برای ما به وجود میاره، یک انرژی عظیمی برای شروع یک کار مهم، برای گشایش مسیرهای مسدود شده، برای موفقیت در امتحان، قرارداد، قصد مهاجرت و کلاً انرژی کاری بالا و فرصت‌های شغلی برای نشانهایی که خدمتتون عرض کردم به وجود میاره. امیدوارم از این فرصت استفاده کنین و موفقیت‌های عالی در پیش رو داشته باشید. در نور باشیم. آمین.